بچه توی رنگ نقره‌ای، یه مقداری گلد قهوه‌ای، یه مقداری هم آلبالویی بزنید، رنگتون میشه شامپاینی. خب بچه حالا میخوام براتون با این شامپاینیمون یه رنگ سبز دودی خفن درست کنم. تو همین رنگمون یه مقداری سرمه میزنیم، خیلی خوشگله، خیلی خفنه. خب بچه تو همین رنگ سبز دودیمون یه مقداری گلد زرد که بزنیم، رنگمون میشه زیتونی. خب بچه با اضافه کردن رنگ مشکی تو همین رنگمون یه رنگ توسی دودی یا یه رنگ نوک مدادی خفن میتونی درست کنی. نه نوک مدادیه نه سبز، یه رنگ عجیب غریب و خوشگل میشه که بهش میگن توسی دودی. بچه دم همتون گرم بابت لایک و کامنت هایی که برام میذارید. توی پست قبلی که ترکوندید همش شد انرژی که بتونم آموزش این رنگ‌های جدید رو براتون بذارم. من همیشه شرمنده خودتون میکنید. مرسی.